زنان سایه مردان هستند. در جامعه اگر مردان راست شوند، زنها هم راست می شوند و اگر کج شوند، زنها هم کج می شوند. پس مردان وقتی از بی‌حیایی زنان و خیانتکاری های آنها شکایت می کنند، باید از خودشان گیله‌مند باشند، چون که آنها از دست خود ما مردها به همین درجه بی‌حیایی رسیده اند، نه از دست بیگانگان. اگر خود ما مردها پاکدامنی اختیار میکردیم و خیانتکاری نمیکردیم، زنها هم هرگز خیانت نمیکردند و پاکدامنی اختیار میکردند. ببینید قبلا از 100 نفر 1 نفر زیناکار میبرآمد، ولی امروزها برعکس از 100 نفر 1 نفر مرد صالح میبراید. حتی در بین جوانان رسم شده است که اگر عروسبازی نکرده باشی، یعنی اگر زنا نکرده باشی، حالا تو مرد نشده ای. العیاذ بالله. خدایا جوانان این امت را شرم و حیا عطا فرما. آمین یا رب العالمین.